الله عایشه را ببخش، گناهی که قبلا انجام داده و گناهی که بعدا انجام میده کلش را ببخش. ما اسرت و ما اعلنت. ای الله گناه عایشه را ببخش، گناهی که مخفی انجام داده و گناهی که علنی انجام داده. وقتی که این را از زبان رسول صلی الله علیه و سلم عایشه میشنود، آنقدر خوشحال میشود، آنقدر خوشحال میشود، میآورد خود را در آغوش رسول الله صلی الله علیه و سلم میاندازد. رسول الله صلی الله علیه و سلم امت را فراموش نکرد، ما و تو بیچاره را هم فراموش نکرد. رو کرد به عایشه، گفت عایشه جان چطور خوشحال شدی از این دعای من؟ گفت یا رسول الله فدای تو شوم، محبوب عالمیان، محبوب رب العالمین به من دعا کند من خوشحال نشوم؟ این گونه دعای نیک. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود ای عایشه پشت هر نماز به امتم همین دعا را میکنه. پشت هر نماز به شرابی امت، به زناکار امت، به بینماز امت، به سنت شکن امت همین دعا را میکنن که خدایا امت مرا ببخش، گناهی که قبلا انجام دادن و گناهی که بعدا انجام میدن. و من هستم امت رسول الله صلی الله علیه و سلم، من بی وفا، من سنت شکن، منی که همه چیز محبوبیت به نزد من دارد، من و تویی که در قلب ما حب هر کسی هست، محبت هر کسی هست و فقط رسول الله صلی الله علیه و سلم محبتش به قلب ما نیست. خدمت جوانان هدفمند، جوانان با شعور، جوانان مشتاق به خدمت خواهران و مادرانی که وسیلتاً آواز مرا میشنوند و عزیزانی که از طریق صفحات مجازی ما را تعقیب میکنند، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. هوا خیلی گرم است، من نمیدانم که چگونه به شما بیان کنم، نمیدانم چگونه تعبیر بکنم و تفسیر و توضیح بدهم این اجر را که خدای عز و جل در این لحظات به شما در نامه اعمالتان می نویسد. فرشتگانی که عملنامه نیک ما را می نویسد، من فکر می کنم همین لحظه بیکار نیستم و اون فرشته دست چپ آرام نشسته و فرشته دست راست بسیار با سرعت می نویسد. یک بار بگو الحمدلله. دوست داشته باش که گرمی بیشتر شود و تو زیاد عرق بکنی تا که خداوند عرق روز قیامت را تبدیل به سردی بگرداند. میدانید که گرانبهاترین نعمت برای ما چیست؟ از شما میپرسم گرانبهاترین نعمتی که خدای عز و جل به فرد و تک تک امت رسول صلی الله علیه و سلم داده چی است؟ ایمان. چی است؟ ایمان. این نعمتی بود و نعمت هست که ابراهیم امام الموحدین آرزو میکرد که خدایا این نعمت را به پدر من بده. این نعمت ایمان نعمتی است که نوحی که 950 سال دعوت میکند، آرزو میکند خدایا این نعمت را به فرزند من بده. این نعمتی است که حبیب دلها، محبوب رب العالمین، رحمت للعالمین، محمد امین صلی الله علیه و سلم آرزو میکرد ای کاش خدایا این نعمت را به کاکای من بدی. خدا به پدر نوح، به پدر ابراهیم نداد، الله به فرزند نوح نداد، الله به کاکای محمد امین صلی الله علیه و سلم این نعمت را نداد. موتو چه کرده بودی؟ موتو کی خواسته بودی؟ کو کاری که به خاطر رضایش تا ایدم کرده؟
بدون ای که طلب بکنی، بدون ای که بخواهی، خدا تو را انتخاب کرد به این نعمت. بسیار بسیار مردان جسیمی در دنیا هستند، بسیار مردان ثروتمند در دنیا هستند، بسیار مردان سیاستمدار در دنیا هستند، اهل دانش در دنیا هستند که از این نعمت محروم هستند. خدا این نعمت را به تو داد، آیا نمیارزد که یک ساعت عرق کنی به خاطرش؟ چقدر تکلیف ببینی. آیا می شود که یک مسلمان دعوا بکند که خدایا تو به من چیز ندادی؟ آیا می سزد که یک مسلمان بگوید من نادارم؟ کفار دارا هستند. به خدایی که محمد را به رسالت فرستاد، نعمت را خدا به تو داده که در روز قیامت وقتی کلمه لا اله الا الله را می آورند، در کفه ترازو می اندازند، 7 طبق زمین و آسمان را می آورند، به کفه دیگر ترازو می اندازند، 7 طبق زمین و آسمان را بلند می کنند. الله تو نعمت ما ارزانی کرد و به برکت این نعمت است که دل تو و قلب تو و پای تو و همت تو را وادار کرد که چقدر راه دراز و طولانی سفر بکنی به خانه الله بیایی. بعضی ها شما را میگه دیوانه است، بعضی ها شما را میگه که فکرتان خراب است، از سیاحت و چکر ماندی خدا به خاطر نماز جمعه. تو برش بگو که خدا بهترین نعمت را به من داده که ایمان است و بعدش بهترین نعمت را به من داده که توفیق عمل صالح است. ولی خدا این را از تو سلب کرده. برادری که تو مرا به سمت گناه و معصیت میکشانی، خدا این توفیق را به من داده که الحمدلله این توفیق را الله به شما ارزانی فرموده است. موضوع صحبت عزیزان من، ما صحبت درباره مردان زیاد کردیم. زندگی محمد امین صلی الله علیه و سلم را تشریح کردیم. زندگی صدیق اکبر یار غار محمد امین صلی الله علیه و سلم را توضیح دادیم. زندگی عمر که عدالتش دنیا را پر کرد، دربارش صحبت کردیم. زندگی عثمان ذی‌النورین، عثمان با حیا، دربارش صحبت کردیم. زندگی علی مرتضی، زندگی عمر ابن عبدالعزیز. امروز نوبت را میدهیم به یک شاهبانو، امروز نوبت را میدهیم به یک شیرزن تاریخ، امروز نوبت را میدهیم به کسی که الگو و قدوه و اسوه است برای تمام زنان جهان. امروز نوبت را به مادر مؤمنان عایشه رضی الله تعالی عنها، ام المؤمنین، زوج رسول الله صلی الله علیه و سلم، عایشه‌ای که رسول صلی الله علیه و سلم میگوید، حدیث امام ترمذی هست، عبدالله یا عمر ابن عاص که پدر عبدالله هست در یک از غزوات امیر مقرر شده. رسول صلی الله علیه و سلم در غزوه ذات السلاسل عمرو ابن عاص را امیر مقرر میکنند. عمرو ابن عاص میرود با دست پر برمیگردد، با دست پر برمیگردد، آن غزوه را با موفقیت انجام میدهد، دوباره برمیگردد. آرزو دارد که برود در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم انعامی بگیرد. می آید به محضر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم عرض می کند یا رسول الله ای الناس احب الیک، ای الناس احب الیک، محبوب ترین مردم به نزد تو کی هست؟ محبوب ترین مردم به نزد تو کی هست یا رسول الله؟ رسول صلی الله علیه و سلم بدون توقف میگوید عایشه، عایشه مادر ما. عمرو ابن عاص وقتی این سخن را از زبان رسول صلی الله علیه و سلم میشنود، بعد عرض میکند یا رسول الله منظور من از مردان است، زن دوستی زن پرستی نیست، زن دوستی بد نیست، عاشق زنت بودن بد نیست، زنت را دوست داشتن بد نیست،
میپرسد از رسول صلی الله علیه و سلم یا رسول الله ای الناس احب الیک، محبوب ترین مردم، عزیزترین مردم به نزد شما کی هست؟ رسول صلی الله علیه و سلم میفرمود عایشه. عایشه همسر من است. امروز ما به زن خود چگونه سلوک داریم، چگونه رفتار داریم، چگونه تعامل داریم. بعدش عمرو بن عاص عرض میکند یا رسول الله منظور من از زنان نیست، از مردان. یعنی دوست دارد عمرو بن عاص که رسول خدا بگوید عمرو بن عاص است. اما کسی که هرچه زحمت بیشتر کرد مزد بیشتر گرفت، هرچه اخلاص بیشتر کرد مزد بیشتر گرفت. از پیامبر میپرسد یا رسول الله منظور من از مردم، از مردها است نه از زنان. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود ابوها، صدیق اکبر پدر عایشه است. صدیق اکبر پدر عایشه محبوب ترین مردم به نزد من است. عزیز من درباره صدیق صحبت کرده بودم، سالها اگر از اون یاد شود کم است. ولی چی کار کرد صدیق اکبر؟ اخلاصی که به نبی مکرم صلی الله علیه و سلم داشت، محبتی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم داشت، تمام روز فکرش، اندیشش، تفکرش امی بود که محمد چه میخواهد صلی الله علیه و سلم. آرزویش امی بود. یک روز پرسیدن ای ابابکر محبوب ترین چیز در دنیا برای تو چی هست؟ فقط یکیش میگویم. گفت محبوب ترین چیز به نزد من این است که من دوست دارم ای کاش عایشه در نکاح رسول خدا در بیاید. وقت خدیجه الکبری از دنیا می رود، وزیر رسول صلی الله علیه و سلم، کسی که در کنار پیامبر دوشادوش رسول صلی الله علیه و سلم امر دعوت را پیش بود، کسی که در 3 سال در شعب ابو طالب وقت محاصره اقتصادی کردن رسول صلی الله علیه و سلم را و مؤمنانی که با پیامبر ایمان آورده بودند مشرکین اعلان کردند که هیچ کسی حق ندارد به محمد چیز بفروشد، هیچ کسی حق ندارد به محمد صلی الله علیه و سلم چیز کمک بکند. در یک دره رسول صلی الله علیه و سلم را با مسلمین یک جا حبس کرده بودند 3 سال تمام. در این دره مسلمان ها برگ درخت میخورد. میدانید به خاطر کی بود؟ به خاطری که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله به ما و تو برسد. برای من و تو رسول صلی الله علیه و سلم این زجر و این سختی ها و مشقت ها را کشید. همین خدیجه ای که تاجر مکه بود 30 سال در شعب ابو طالب در کنار رسول خدا صلی الله علیه و سلم گرسنگی کشیده است. گفتن ای خدیجه تو برو در مکه، تو که تاجر هستی کسی با تو کار ندارد. گفت در هر جایی که محبوب من رسول خدا هست من در همون جا هستم. این خدیجه وقت از دنیا می رود، رسول صلی الله علیه و سلم 25 سال در کنار خدیجه است، با کس دیگر ازدواج نکرده. وقت خدیجه از دنیا می رود، کسی به نام خوله بنت حکیم است در محضر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم می آید. سالی که خدیجه از دنیا می رود این سال را رسول صلی الله علیه و سلم نام گذاشت عام الحزن، سال غم. چقدر خدیجه را دوست داشت. دعا کنیم که خدایا زنان ما را خدیجه گونه بگردان، زنان ما را عایشه گونه بگردان. خوله بنت حکیم می آید و محضر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم میگوید یا رسول الله اگر دختر میخواین محبوب ترین دختر را به شما میگیرم و اگر بیوه میخواین هم بیوه من سراغ دارم که به شما بگیرم. رسول صلی الله علیه و سلم میگه دختر کی هست که من به ازدواج من میگیری؟ فرمود یا رسول الله دختر محبوب ترین انسان به نزد تو. گفتن کی؟ گفتن عایشه دختر صدیق اکبر رضی الله تعالی عنهما. گفت از زنان بیوه گفت سوده هست بنت زمعه. رسول صلی الله علیه و سلم گفت برو خواستگاری بکن. وقت می آید خوله بنت حکیم در خانه صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه
به نزد مادر عایشه اسمش ام رومان است. مادر حضرت عایشه اسمش ام رومان است. میآید به نزدش می نشیند، میگوید خداوند دروازه های برکت و خیر را به خانه شما باز کرد. ام رومان میگوید چرا؟ چگونه؟ میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم مرا به خواستگاری پشت دختر شما فرستاده است. ام رومان میگوید بگذار که صدیق اکبر پدر عایشه بیاید. وقت صدیق اکبر وارد خانه میشود، ام رومان به صدیق اکبر میگوید میدانی که امروز چه اتفاق افتاده؟ امروز اگر یک متقی پشت دخترمان خواستگار بیاید، میگم نه با ما نمیشود، با ما نمیشود، به خاطر که دکان نداره. وقتی یک پرهیزگار، رسول صلی الله علیه و سلم دکان داشت، مگر رسول الله صلی الله علیه و سلم مگر موتر شیشه سیاهی داشت؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر ثروت و دارایی داشت؟ فقیر بود اما ایمان به الله داشت. فقیر بود اما الله را داشت. فقیر بود محبوب رب العالمین بود. گفت میدانی چه اتفاق افتاده؟ پشت دخترمون رسول الله خواستگاری فرستاده است. صدیق اکبر چه میگوید؟ میگوید که چگونه ممکن است دختر من که برادرزاده محمد صلی الله علیه و سلم، من که برادر رسول الله هستم، دوباره خوله بر میگردد، میآید به محضر حضرت رسول عرض میکند یا رسول الله صدیق اکبر این گونه گفت. رسول صلی الله علیه و سلم میگوید برو به صدیق بگو تو برادر اسلام هستی، برادر مسلمان من هستی. انما المؤمنون اخوه، فرق نمی کند من با دختر تو ازدواج بکنم، تو برادر حقیقی من نیستی، فقط برادر اسلامی من هستی. وقتی بر میگردد صدیق اکبر میگوید از این نعمت بالا دیگر چیست؟ بدون درنگ عایشه را به رسول صلی الله علیه و سلم به نکاح میدهد. در بین تمام همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم یک زن رسول خدا دختر بود، عایشه رضی الله تعالی عنها. رسول صلی الله علیه و سلم با عایشه ازدواج میکنه. عایشه ای که محبوب پیامبر بزرگوار ما صلی الله علیه و سلم بود. این حب را، این محبت را عایشه از حسن و جمال خود کسب نکرده بود. عایشه از قد بلند خود کسب نکرده بود که محبوب رسول الله صلی الله علیه و سلم بشود، بلکه عایشه از تقوا، عایشه از پرهیزگاری، عایشه از خدا ترسی این جایگاه را به محضر رسول صلی الله علیه و سلم حاصل فرمود. و رسول الله صلی الله علیه و سلم مدار محبت ترین و محبوب ترین شخص را با عایشه داشت. اینقدر تقوا و پرهیزگاری داشت این شیر زن تاریخ، اینقدر تقوا و پرهیزگاری داشت که روز از روزها معاویه رضی الله تعالی عنه 100,000 دینار و 100,000 درهم میفرستد، 100,000 درهم میفرستد به حضرت عایشه رضی الله عنها که تو همسر محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم و مادر مؤمنان جهان هستی. منافقین هستن امروز در دنیا که به عایشه مادر ما تهمت میزنند. خدا ما را نبخشد که محبت کسی را به قلب خود داشته باشیم که به مادر ما تهمت میزنند. امروز هستن منافقین در این دنیا که نامشان را گذاشتن مسلمان، به مادر ما راحت دشنام میدهند و تهمت میزنند. من واقعی افرا دقایق بعد خدمت شما عرض میکنم تا عایشه را خوب بشناسید. 100,000 درهم میآید از نزد حضرت معاویه به حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها به ام المؤمنین مادر مؤمنان جهان. این آرم را، این افتخار را، این مدال را به عایشه کی داد؟ الله رب العزت و الجلال. در یکی از آیه ها می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. الله اکبر. کورن اونهایی که منافق صفتانه آمدن به مادرمان تهمت میزنن، در حالی که الله رب العزت و الجلال میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم قریبتر و نزدیکتر است به مؤمنان از انفسشان کردن.
یعنی مهربانتر است محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم از نفسهای ما کرده. خود ما فدای رسول الله صلی الله علیه و سلم، پدر و مادر من فدای محبوب من رسول الله صلی الله علیه و سلم، فرزندان من فدای رسول الله صلی الله علیه و سلم، زندگی و نام و شهرت همه فدای رسول الله صلی الله علیه و سلم. و ازواجه امهاتهم، زنان پیامبر مادر مؤمنان هست. یک بار بگوین الله اکبر. زنان پیامبر مادر مؤمنان هست. پس عایشه رضی الله عنها مادر مؤمنان جهان است. معاویه خال مؤمنان جهان است، یعنی مامای مؤمنان جهان، به خاطر که خواهر اون هم همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. بنابراین 100,000 درهم می آید. همین روز عایشه روزه است. همین روز عایشه روزه هست. وقت 100,000 درهم می آید به کنیزش می گوید برو تمام فقرای مدینه را جمع بکن. تمام فقرای مدینه جمع می شود. حضرت عایشه این بوجه هایی که به این درهم ها پر است باز می کند، با کف دست خود به هر فقیری که آمده یک کف دست پول می دهد. آنقدر این پول را می دهد که تا وقت غروب آفتاب، تا زمانی که از آن داده می شود، 1 درهم به نزدش باقی نمی ماند. بعد به اون کنیز خودش می گوید ما خود روزه هستیم، امروز چیزی برای افطاری داریم؟ کنیز برایش میگه مادر جان چی میشه؟ 1 درهم میمانده که مقدار گوشت میکردیم ضعیف شده شما میخوردیم. آنقدر این غرق در محبت الله بود. عایشه رضی الله عنها رو میکند به کنیز میگه ای کنیز چرا به یاد من ندادی؟ من فراموش کردم. الله اکبر. روزه هست، گرسنه هست، تشنه هست، ولی محبت الله به اندازه‌ای به قلب عایشه صدیقه رضی الله عنها موج میزند که میگوید چرا به یاد من ندادی که من 1 درهم باقی میگذاشتم به اون گوشت میخوردیم. امروز شما به ایمان بگویین که دخترانمان آرزویش چی است؟ زنانمان آرزویش چی است؟ مادرانمان چه آرزو دارند؟ بالاترین آرزوی خواهر امین است که در کدام هتل عروسی میشه. بالاترین آرزوی خواهر امروز این است که امروز موسیقی در داخل هتل ها بند شده. این عروسی ما چه قسم خواهد گذرید؟ چه قسم این عروسی من بدنمود خواهد بود که در عروسی من رقص وجود ندارد، موسیقی وجود ندارد، در حالی که اگر پرسیده شود الگوی تو کی هست؟ میگه عایشه رضی الله عنها. الگوی تو کی هست؟ فاطمه الزهرا رضی الله عنها. ای مادر به شعار نمی شود، ای برادر به شعار نمی شود. ای جوان عزیز مثل عمر باید زندگی کنی، ای جوان عزیز مثل ابوبکر باید زندگی کنی، ای جوان عزیز مثل عثمان و علی باید زندگی بکنی. ای خواهر مسلمان من، ای مادر گرامی من، زندگی تو، نسب العین تو، افتخارات تو این است که مثل عایشه رضی الله عنها زندگی بکنی. اگر عزت دنیا میخواهی، اگر عزت آخرت، در گردن عایشه طلای آویزان نشده بود. این سیدهایی که امروز خواهرانمان میپوشند به گردن عایشه انداخته نشده بود. این لباسهایی که امروز خواهرانمان میپوشند و مادرانمان میپوشند، در لباس مادرمان ام المؤمنین، زوج محبوب ترین شخص کره زمین، زوج کسی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم را الله میفرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. سردار 2 جهان زنش عایشه لباسش چند تا پینه دارد، چند تا پینه دارد. امروز خواهر مسلمان با شوهر خود در افتاده برای این که به من 2 تا لباس خریدی، در این عروسی 3 تا نخریدی که من در یک روز 3 تا لباس تبدیل میکنم. به این عروسی کره به من نخریدی، من به این عروسی نمیرم. به این عروسی گوشواره به من نیست، من نمیرم. این لباس من در فلانی مهمانخانه، در فلانی مهمانی دیده شده، فعلا مودش رفته تا لباس جدید نگیری، من به عروسی نمیرم. و نماز صبح هم در خواب است.
نماز خفتن در خواب است. نماز پیشین وقت عصر خوانده میشه، نماز عصر خوانده نمیشه، نماز شام به دیگ مصروف است. از پیشش پرسیده شود مادر من، خواهر من، الگوی تو کی هست؟ عایشه رضی الله تعالی عنها. مادر من، آیا این سطر و این بی سطری که تو داری عایشه این گونه بی سطر بود؟ مادر من، این لباس تنگ و چسبه که تو در بدن میکنی، آیا مادر تو عایشه این را میکرد؟ آیا در صحرای محشر اگر بیاید عایشه رضی الله عنها و تو بری در کنار عایشه استاد شوی که در کنار مادر من استاد میشوم که امروز شفاعت مرا بکنه، آیا عایشه نمیگوید که ای خواهر تو چگونه در کنار من استاد شدی در حالی که سنت محبوب من رسول الله صلی الله علیه و سلم را رعایت نکردی، نماز نخواندی؟ بسیار خواهران، از 100% 70% خواهرمان نماز نمیخواند، از 100% 70% یا 80 بلکه 90% خواهرمان نماز را یاد نداره. من همیشه گفتم برو از خواهران بپرسین که آیا سجده سهو گفتنی چیزی در نماز میدانی مادر؟ در چند جا در نماز سجده سهو می شود؟ در چند جا مکروه می شود نماز؟ در چند جا سنت دارد نماز؟ واجبات نماز چند تاست؟ فرائض نماز چند تاست؟ آیا بروین شما به ایمان پرسان بکنید از خواهران و مادران که آیا این رو می فهمند؟ پس من به همین منظور خواستم که امروز عنوان بدهم عایشه صدیقه رضی الله عنها ام المؤمنین را باید شناخت تا خواهران ما نگوید که این علما همیشه از مردم صحبت میکند. نه مادرم، این هم نمونه زنان کامل در اسلام که خدمت شما عرض میکنم. عایشه صدیقه رضی الله عنها حیات الصحابه یوسف کندهلوی رحمت الله علیه میآورد. روز از روزها عایشه گریه میکرد. از پیشش پرسان کردن یا عایشه ای مادر جان چرا گریه میکنی؟ حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها عرض میکنند از روز قیامت میترسد، از روبرو شدن به پروردگار خود میترسد و خدا قسم این عایشه کسی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک روز عایشه وقتی میبیند رسول خدا خوشحال است میآید به محضر حضرت رسول عرض میکند یا رسول الله همین روز با عایشه یک دعا نمیکنی؟ همین روز با عایشه یک دعا نمیکنی؟ کجا از او خواهری که خاک پایش سرمه چشمان بکنیم که برود به پیش شوهر خودش بنشیند دو زانو که بگوید شوهرم همین روز حق ما یک دعا نمیکنی؟ یا برود شوهر به نزد همسرش بنشیند که همسرم همین روز یک دعا در حق من نمیکنی؟ می آید به محضر حضرت رسول عرض می کند یا رسول الله این روز در حق من یک دعا نمی کنی؟ رسول صلی الله علیه و سلم فرمود چرا ای عایشه دعا می کنی؟ 7111 حدیث در مستدرک حاکم است. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود اللهم اغفر لعایشه، خدایا عایشه من را ببخش. اللهم اغفر لعایشه ما تقدم من ذنبها و ما تأخر. یا الله عایشه را ببخش گناهی که قبلا انجام داده و گناهی که بعدا انجام میده کلش ببخش. ما اسرت و ما اعلنت. ای الله گناه عایشه را ببخش، گناهی که مخفی انجام داده و گناهی که علنی انجام داده. وقتی که این را از زبان رسول صلی الله علیه و سلم عایشه میشنود آنقدر خوشحال میشود، آنقدر خوشحال میشود میآورد خود را در آغوش رسول الله صلی الله علیه و سلم میاندازد. رسول الله صلی الله علیه و سلم امت را فراموش نکرد، ما و تو بیچاره را هم فراموش نکرد. رو کرد با عایشه جان تو خوشحال شدی از این دعای من؟ یا رسول الله فدای تو شوم، محبوب عالمیان محبوب رب العالمین به من دعا کنن من خوشحال نشوم؟ این گونه دعای نیک. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود ای عایشه پشت هر نماز به امتم همین دعا را میکنه. پشت هر نماز به شرابی امت، به زناکار امت، به بینماز امت، به سنت شکن امت همین دعا را میکنن که خدایا امت مرا ببخش گناهی که قبلا انجام دادن و گناهی که بعدا انجام میدن. و من هستم امت رسول الله صلی الله علیه و سلم، من بی وفا، من سنت شکن، من که همه چیز محبوبیت به نزد من دارد.
من و تویی که در قلب ما محب هر کسی هست، محبت هر کسی هست و فقط رسول الله صلی الله علیه و سلم محبتش به قلب ما نیست. در تمام لحظه های زندگی من تو را فراموش نکردم. یک روز ابوبکر صدیق و ام رومان مادر عایشه و پدر عایشه می آیند به محضر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم. گرچه این حدیث یک مقدار مشکل تکنیکی هم داره. حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه به رسول صلی الله علیه و سلم رو میکنند، میگه چی میشه که امروز یک دعایی در حق دخترمان بکنی؟ چقدر فرزند خود را دوست داشتن، چقدر دختر خود را دوست داشتن، چقدر پسر خود را دوست داشتن. امروز محبتی که من و تو به اولاد داریم چی است؟ آیفون باید بخریم برش تا معصیت بکند، گلکسی بخریم تا معصیت بکنه، کامپیوتر بخوریم تا معصیت بکنه، راه های معصیت را به رویش باز کنیم. این نیست عزیز من. برو اگر میخواهی فرزندت را دوست داشته باشی، اگر میخواهی که ثابت بکنی که دختر و پسرت را دوست داری، برو به نزد یک عالم با تقوا بشی، به نزدش بگو امروز یک دعا در حق فرزند من بکن، یک دعا در حق دختر من بکن که از دختر من فرزندان صالح و دعوتگر به دنیا بیاید. حضرت صدیق اکبر و ام رومان می آید به محضر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم عرض میکنند یا رسول الله امروز در حق دختر ما یک دعا بکن که ما به گوش خود بشنویم. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود اللهم اغفر لعایشه مغفرتا واجبتا ظاهرتا و باطنه. پروردگار عایشه را ببخش، تو مغفرتی که واجب باشد، یعنی باید عایشه پاک شود و باید عایشه داخل جنت شود. همین عایشه‌ای که این گونه دعا می شود یک روز گریه می کند، کسی به محضرش حاضر می شود، عرض می کند مادر جان چرا گریه می کنید؟ می گوید از صحرای محشر می ترسم، از روبرو شدن به پروردگارم می ترسم. بعدش عرض می کند ای کاش من یک درختی می بودم که همین قسم خشک می شد دیگر کسی از من یاد نمی کرد. ای کاش من کلوخی می بودم که یک روز خاک می شد دیگر کسی از من یاد نمی کرد. و یک روز چی گفت؟ ای کاش از مادر تولد نمی شد. در حالی که در کنار محبوب ما هست، در حالی که روز قیامت در جنت الفردوس در کنار محمد امین صلی الله علیه و سلم است و میداند که شوهرش بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر شوهرش محبوب رب العالمین است، اما این گونه از خدا میترسد، میگوید ای کاش از مادر تولد نمیشد که روز قیامت نمیدانم که چی میشه. آیا واقعا این ترس در وجود خواهران ما هست؟ آیا این ترس و این شرم، این حیا و این محبت الله امروز در قلب همسران ما، در قلب مادران ما، در قلب دختران ما هست؟ این است عایشه رضی الله عنها. فکر میکنن بعضی که فقط همسر رسول خدا بود عایشه به جنت بره. نه، به تقوا و پرهیزگاری خودش. حتی رسول خدا با فاطمه فرمود ای فاطمه تلاش بکن برای رسیدن به خدا، تلاش کن برای محبت الله، تلاش کن برای اطاعت الله که من محمد صلی الله علیه و سلم روز قیامت به تو هم چیزی کرده نمیتوانم اگر تو خودت تلاش نکنی. اگر رسول صلی الله علیه و سلم هم نشینیش نجات میداد، ابو طالب را نجات میداد. 50 سال در کنار رسول خدا و خدمت پیامبر محبوب ما کرده، 50 سال، ولی روز قیامت نجات پیدا نکرده. اگر نجات پیدا میکرد به این هم نشینی ابراهیم خلیل پدرش باید نجات پیدا میکرد، اما نکرد. اگر پدر فرزند خود را نجات داده میتونست باید نوح نبی فرزند خود را نجات میداد. پس بنابراین عزیزان من عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها را باید شناخت. بیاییم برگردیم در واقعه افک این شخصیت را خوبتر بشناسیم. ولی این واقعه بسیار دردآور است. این واقعه هر قلب را میسوزاند، هر قلب را به درد میآورد و واقعا حب این مادر ما باید از مادر خود دفاع بکنیم. باید همیشه مادر خود را از همه چیز بیشتر دوست داشته باشید، چون مادر تمام مؤمنان جهان است. ببینید امروز منافقین در دنیا هستن که به مادر من تو راحت تهمت میزنند. برویم به اصل واقعه برگردیم که این تهمت از کجا به وقوع پیوند.
همین آیه‌ای که در آغاز خدمتتان تلاوت کردم، این آیه به نام آیه افک مشهور است. افک به معنای تهمت بزرگ، افک به معنای دروغ شاخدار. این آیه که در آغاز خدمت شما تلاوت کردم حدیث امام بخاری است که این واقعه را این گونه نقل می‌کند از عایشه صدیقه رضی الله عنها. حدیث 4141 بخاری است، کتاب المغازی. در 18 جای بخاری این حدیث را می‌آورد. رسول صلی الله علیه و سلم عادت مبارکشان همین بودند که در هر غزوه که اشتراک می‌کردند، در هر غزوه که می‌رفتند، این غزوه جهاد، در هر جهادی که می‌رفتند، در هر جا یکی از زنان خود را همراه خود می‌بردند. در یکی از غزوات قرعه اندازی می‌کند رسول صلی الله علیه و سلم به خاطر طیب خاطر و نفس همسرانش، قرعه اندازی می‌کند که نام چی کسی در این غزوه بیرون می‌شود که من به همراه خود ببرم. از قضا نام عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها به قرعه بیرون می‌شود. رسول صلی الله علیه و سلم به همراه عایشه حرکت می‌کند با مجاهدین اسلام. غزوه هم غزوه بنو مصطلق است. وقتی که حرکت میکنن دوباره بعد از اینکه این غزوه به پایان میرسند دوباره میخواهند برگردن به سمت مدینه، در مسیر را جای اتراق میکنن، استراحت میکنن، چون مقدار مجاهدین خسته شده. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها هودج دارند. هودج همون کجاوه‌ای که سر شتر گذاشته میشد، عروسها را در سابق سر از انتقال میدادند. هودج یک کجاوه‌ای دارد، داخل اون کجاوه نشسته است سر شتر. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها به خاطر قضای حاجت از داخل این هودج بیرون می شود، می رود جای دور تا قضای حاجت کند، دوباره برمیگردد. دوباره که نزدیک این هودج برمیگردد می بیند که همون حلقه‌ای که در گردنش بود، لاکتی که داشت از هر چیزی که بود در گردنش اون نیست. از مادرش، بعضی از محدثین میگه مادرشون برش تحفه داده بود، همون لاکت و گردنبندش نیست. دوباره عایشه صدیقه رضی الله عنها برمیگردد به همان جایی که رفته بود که تا اون لاکت را بیابد. پس دوباره میآید میبیند که مجاهدین همه رفتن، هیچ کس نماند. تنها عایشه صدیقه رضی الله عنها در میان صحرا، نمیداند کدام طرف رفتن، ولی میداند که رسول الله صلی الله علیه و سلم، چون حضرت عایشه بسیار جسم لاغر داشت، زنان عرب جسم لاغر داشتن چون خوراک خوبی نداشتن و مخصوصا همسران پیامبر که خوراک خوب نداشتن. غذای خوب در خانه محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم نبود. یک روز حضرت ابو هریره کباب را به پیشش آوردن که کباب بخور. دیدن که حضرت ابو هریره شروع کرد به گریه. گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت در تمام زندگی که رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده بود یک بار ندیدم کباب خورده باشه، ولی امروز با ما همه چیز میسر است، همه چیز با ما میسر است. بعد حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها جسم لاغر داشت، سن خرد هم داشت. وقتی کجاوه را برداشتن مجاهدین و اصحاب پیامبر اصلا احساس نکردن که عایشه داخل این هودج هست یا نیست. اون رو سر شتر گذاشتن، خبرم نشده. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها وقت آمد دوباره به همون جا دید که نیست، مجاهدین همه رفتن، رسول خدا هم رفتن. ولی پیامبر در تمام غزوات عادت داشت که یک کس را به پشت لشکر میگذاشت که آهسته آهسته بیاید، اگر چیزی از لشکر میافتد اون را بردارد دوباره به صاحبش برگرداند. در همین غزوه کسی به نام صفوان ابن معطل به این کار گماشته شده بود که از پشت لشکر بیاید. نزدیک های صبح است، هوا روشنتر و روشنتر می شود. صفوان ابن معطل می آید، می بیند که یک سیاهی از دور نمودار می شود در میدان، نزدیکتر و نزدیکتر می شود. پیش از این که حجاب نازل شود عایشه را دیده بود. پیش از این که حجاب نازل شود عایشه رضی الله تعالی عنها را دیده بود. وقتی نگاه کرد دید که عایشه رضی الله عنها است. هیچ چیز نگفت، گفت انا لله و انا الیه راجعون. استرجاع میگن این در عربی، انا لله و انا الیه راجعون. وقتی این کلام از زبان صفوان بلند شد و بیرون شد، عایشه رضی الله عنها از جای خود بلند شد،
دید که خوابش برده، چون کم سن سال است، هیچ کسی در صحرا نیست، لشکرم رفته، مجاهدینم رفته، چقدر انسان نگران میشه. ولی عایشه رضی الله عنها خیلی سنش خورد است، آنقدر سنش خورد است که اصلا توجه هم نکرده، خوابش برده، راحت خوابش برده. از خواب بلند شد، بعد صفوان آورد شتر را خوابانید، حرفی نزد. فدای تقوای اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم شد. چقدر متقی بودن، چقدر از حریم پیامبر صلی الله علیه و سلم میترسیدن. حرف از زبانش کنده نشد، حتی حق داشت که بگوید مادر من چگونه تو در اینجا ماندی، همین حرف هم از زبانش کنده نشد. شتر را خوابانید، خود را دور کرد تا عایشه رضی الله عنها سر شتر بلند شود. عایشه میگوید وقتی که صفوان را دیدم فخمرت وجهی بجلبابی، روی خود را از صفوان پنهان کردم. صفوان با عایشه چی میشود؟ با آواز بلند. چون وقت زنان پیامبر مادران مؤمنان هستند، پس صفوان هم یک فرد از امت رسول صلی الله علیه و سلم است، پس عایشه مادر صفوان می شود. فخمرت وجهی بجلبابی، وقت صفوان را دیدم صورت خود را پنهان کردم. مادر من، تو که بارها میگی در اسلام حجاب روی نیست، مگر این حدیث بخاری را فراموش کردی؟ مگر فراموش کردی که مادر تو از فرزند خودش چهره خود را پنهان می کند، از فرزندی که الله گفته تو مادر مؤمنان جهان هستی؟ بله مادر حقیقی نبود، ولی مادری بود که نکاح با عایشه صدیقه به هیچ فرد امت اجازه نبود و حرام بود. احترامی که عایشه صدیقه رضی الله عنها به تمام مردان دنیا دارد، مثل احترامی است که باید انسان به مادر خود داشته باشد. باز هم صورت خود را پنهان می کند. ای خواهران، ای مادران که آواز مرا میشنوید، این مادر شما هست. مادر شما صورت خود را از مردان پنهان میکردن، صورت خود را از مردان پنهان میکرد. این حدیث در بخاری 18 جای آمده. من رقم حدیث را گفتم 4141 در بخاری است. بعد حضرت صفوان میگه من دور رفتم، آوردن حضرت عایشه بلند شد سر شتر، من نوار شتر را گرفتم حرکت کردم به مدینه. ولی وقتی نزدیک مدینه می شود اتفاق خرابی در مدینه می افتد که هیچ کس از این خبر است، هیچ کس اطلاعی ندارد. رئیس منافقین عبدالله ابن ابی ابن سلول شایع می کند که عایشه با صفوان زنا کرده است. اتفاق عجیبی می افتد در مدینه که مدینه انتظار چنین روز را نداشت، در حالی که رسول خدا زنده است. تهمت میزنن به مادرمان، به عایشه رضی الله تعالی عنها. این گوش در گوش می شود در تمام اطراف مدینه. عزیزان من، شخصیت های امت همیشه مورد تهمت هستند، دعوتگران امت همیشه مورد تهمت هستند. حضرت موسی را تهمت زدن، یوسف را تهمت زدن، عایشه را تهمت زدن. این شایع می شود این تهمت در اطراف اکناف مدینه. به گوش رسول خدا صلی الله علیه و سلم این خبر می رسد. چه خبر است اگر به گوش من تو برسد که نسبت به همسرمان داده شود؟ چی خواهد شد؟ چی می کنیم؟ چه اتفاق از ما میفتد؟ با دست خود چه عمل مرتکب خواهیم شد؟ وقتی حضرت عایشه داخل مدینه می شود، بیمار می شود. حضرت عایشه اصلا خبر نیست چه اتفاق افتاده، بیمار می شود، مریض می شود در خانه رسول خدا صلی الله علیه و سلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم هر وقتی که عایشه بیمار می شد، بسیار با محبت و با عطوفت و مهربانی پرسان میکرد عایشه جان صحتت چطورست؟ ولی هر وقتی که حضرت عایشه در این قضیه که بیمار شد، رسول خدا داخل خانه می شود، با عطوفت و مهربانی حرف نمیزنه، کیف تیکون، مریض شما چطورست؟ مریض شما چطورست؟ حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه من تعجب کردم که مگر رسول خدا بسیار مصروف هستند، مشغول امور مسلمین هستند، شاید من فراموششان شده بودم. هر وقت پرسان میکرد با عطوفت مهربانی، اما الان میگه کیف تیکون، مریض شما چگونه است؟ چند روز تیر می شود، یک روز رسول صلی الله علیه و سلم شبها زنای عرب عادت داشتن از این شب به این شب به بیت الخلا می رفتن به تشناب.
تشناب خود را از خانه های خود خیلی دور جور میکردند. شب از شبها در تاریکی شب حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها با مادر مصطح کسی هست که صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه از جهتی که فقیر بود همیشه به او کمک میکرد، با مصطح کمک میکرد. اما در همین قضیه تهمت مصطح که مسلمان است این هم گرفتار شده بود. مثل مسلمین امروز، مسلمان ها امروز هر سخن را کشونیدن بدون تحقیق تاپه ها و دستشان از تاپه میزنند. مسلمان های ساده لو در همون صدر اسلام هم بود. مصطح هم در این تهمت شریک بود. منافقین که بودن وقتی به بیت الخلا میره دوباره برمیگرده چادرش یا لباس مادر مصطح به پایش بند میشه میغلطه. بعد میگه تعیس مصطح، هلاک شود مصطح فرزند من، هلاک شود مصطح. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه مادر چرا مصطح را دشنام میدی در حالی که مصطح در غزوه بدر اشتراک کرده بود؟ در غزوه بدر اشتراک کرده بود. میگوید آیا عایشه تو خبر نداری که چه اتفاق افتاده؟ عایشه میگوید خبر ندارم. میگوید مردم در پشت تو چنین میگویند و چنان میگویند. حضرت عایشه میگوید وقتی این سخن داشت دیدم مریضی من چند برابر شد، اصلا زندگی به من تر شد، آرامش نداشتم، خواب از چشمان من زدوده شد. آمدم به محضر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم چون مریضی من شدت گرفت. عرض کردن یا رسول الله به من اجازه میدین که به خانه پدر و مادرم بروم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت برو به خانه پدر و مادرت. حضرت عایشه میگوید آمدم به خانه پدر و مادرم تا حقیقت حال را پرسان بکنم. آمدم به پیش مادرم گفتم مادر جان من سخن شنیدم که اصلا خبر ندارم. من سخن شنیدم که قلب مرا تکه تکه کرده است. چی شده؟ گفت که من این گونه خبر شنیدم که به من تهمت زدن، به حریم محمد صلی الله علیه و سلم تهمت زدن. آیا این خبرها به شما هم رسیده؟ میگه مادر من به من گفت که بله به ما هم این خبرها رسیده. هر زنی را که شوهرش بیشتر دوست داشته باشد این گونه می شود، ولی خبر به ما رسیده. میگه دیگر خواب آرام به چشم من نیامد. از سر شب که گریه میکردم تا صبح. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرا میخواند حضرت علی را، اسامه ابن زید را. برش میگوید از اسامه ابن زید پرسان میکند درباره عایشه تو چی نظر داری؟ آیا عایشه اهل این کارها هستند؟ اسامه میگوید یا رسول الله فدای شوم از عایشه جز نیکویی و تقوا و پرهیزگاری و پاکدامنی چیز دیگر من سراغ ندارم. به علی رضی الله تعالی عنه رو میکند. رسول خدا عرض میکند علی جان تو چی میگویی؟ علی رضی الله تعالی عنه میگوید یا رسول الله در مدینه دختر کم نیست. یعنی اشاره به این است که اگر عایشه را طلاق میدی طلاق بده، دختر در مدینه کم نیست. ولی اسامه میگوید یا رسول الله از بریره بپرسان کن. بریره کنیز عایشه رضی الله عنها بود. رسول صلی الله علیه و سلم بریره فرا میخواند پرسان میکند درباره عایشه چی میگویی؟ میگوید یا رسول الله زن نجیبه و طاهره و پاک دامنی که از خدا بسیار میترسد، ولی بسیار سندش خورده است، سر خمیر کردن خوابش میبره، بوز و گوسفند میایه خمیرش میخوره. عایشه به خانه پدر و مادرش رفته است. رسول الله صلی الله علیه و سلم از این قضیه یک ماه تیر می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار ناراحت است. می رود سر منبر سخنرانی می کند. بعد از سخنرانی می گوید کی از همسر رسول خدا دفاع می کند؟ کی از همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم دفاع می کند؟ سعد ابن معاذ از جای خود بلند می شود میاد یا رسول الله اگر در میان قوم من کسی باشد که به حریم رسول صلی الله علیه و سلم تهمت بزند گردنش را میزنند. سعد ابن عباده که رئیس قبیله خزرج است میگوید اگر از قبیله دیگری باشد یا رسول الله واسپذیر فرمان شما هستیم که چه دستور میدین. ولی سعد ابن عباده رئیس قبیله خزرج از جای خود بلند می شود. پیش از این بسیار انسان خوبی بود ولی اینجا دیگه تعصب جاهلیت را پیشه گرفت. به طرف سعد گفت که دروغ میگویی، تو حق نداری که کسی را به قتل برسانی، دست خود را به کس بلند کرده نمیتوانی. تا اینجا اسید ابن حضیر از جای خود بلند می شود میگوید به خدا قسم هر کسی بر حریم رسول خدا صلی الله علیه و سلم تهمت بزند گردنش را از سر جدا میکنیم.
دعوا شروع می شود در بین مسجد، حال محال بین اوس و خزرج می شود. رسول خدا صدا می زند خاموش باشید، خاموش باشید، خاموش باشید. همه خاموش می شینند. پیامبر صلی الله علیه و سلم از منبر پایین می شود، کجا می رود؟ می برد به خانه صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه. می آید به نزد حضرت عایشه صدیقه که 2 شب و 1 روز حتی دقیقه نخوابیده مادر بود. خدا لعنت بکند اون منافقینی را که به مادرمان تهمت میزنند. 2 شبانه روز اصلا خواب به چشمش نیامده و گریه کرده. رسول صلی الله علیه و سلم میآید عرض میکند ای عایشه، اگر این گناه را نکردی خدا تو را براءت میدهد و اگر این گناه را کردی توبه بکن. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها میگوید وقتی این سخن را شنیدم اشک من خشک شد، رو کردم به رسول الله صلی الله علیه و سلم عرض کردم یا رسول الله، اگر من بگویم این گناه را کردم شما قبول میکنید، اگر من بگویم این گناه را نکردم شما قبول نمیکنید. من خود دیگر چیز نمیدانم. حضرت عایشه قرآن را اونقدر زیاد نخونده بود، تازه بود، اوایل اسلام بود، قرآن را زیاد حفظ نداشت. گفت یک آیه از قرآن به یادم است که فصبر جمیل. من کلمه ای را میگم که در فراق یوسف یعقوب نبی گفته بود ای رسول الله، من کلمه ای را میگویم که حضرت یعقوب در فراق یوسف گفته بود فصبر جمیل، صبر جمیل را پیشه میکنم، والله المستعان علی ما تصفون. الله مرا کمک میکنه. هنوز میگه حضرت عایشه صدیقه رو کرد به پدرش و پدر جان جواب رسول الله را بده. حضرت صدیق اکبر به دخترش نگاه میکنند، میگوید دخترم من چی بگویم، من که نمیدانم، من که از این قضیه سر در نمیآورم. حضرت عایشه رو میکند وقتی مظلوم شوی از تو که دفاع میکند بلند کی؟ الله. حالا ببین دفاع رو میکند به مادرش، میگوید مادر جان عجیبی رسول الله صلی الله علیه و سلم جواب رسول الله را بده. مادر با عایشه نگاه میکنند، میگه دخترم من چی بگویم، من که نمیدانم. در همین اثنا است که رسول خدا عرق میکند پیشانی مبارکش و از بینی بدن رسول الله صلی الله علیه و سلم دیده میشود. امین وحی جبریل امین میآید. الله اکبر، الله اکبر. مادر خود را بشناس، عایشه صدیقه رضی الله عنها را بشناس. از فراز آسمان جبریل امین می آید و آیه‌ای که من خواندم بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. بگمان اونهایی که به این تهمت بزرگ آمدن این گروهی از شما بودن، این گروهی از شما بودن ای مردم، ای مسلمین، گروهی از خود شما بودن. لا تحسبوه شر لکم، این را شر گمان نکنین، بل هو خیر لکم، این خیر به شما هست. در این قضیه 50 یا 56 فایده را در فتح الباری علامه ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه می آورد که فایده هایی که در این داستان است، درسی که از این داستان الله جل مجدوه به تمام امت اسلامی تا قیام قیامت داد و در این واقعه نهفته است. خیر است برای شما. فرمود اونهایی که از شما به این گناه مرتکب شدن و زبانشان به این تهمت باز شده حصه از گناه گرفتن، اونهایی که این را شایع کردن و این را بزرگ کردن، بدانین که عذاب عظیم پروردگار در روز قیامت برایشان هست.
وقتی این آیه نازل می شود در همین لحظه به چهره رسول الله صلی الله علیه و سلم نگاه می کنند که چهره رسول الله شاد شده و خوشحال، تبسم در لبان رسول الله صلی الله علیه و سلم نقش بسته است. عایشه رضی الله عنها می گوید به خدا قسم من گمان نمی کردم که کار من به جای برسد که الله از فراز آسمان وحی نازل بکند و پاکی مرا اعلان بکند، بلکه من به این باور بودم که شاید در عالم خواب به رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی گفته شود، اما الله جانان پاکی مرا از فراز آسمان ها نازل کرد. وقتی رسول خدا به عایشه نگاه میکنه میگه عایشه جان پاکی تو از فراز آسمان، پاکی تو از فراز آسمان توسط امین وحی نازل شده است. وقتی این سخن را عایشه میشنود خوشحال میشود. مادر عایشه به عایشه رو میکنه میگه عایشه بخیز از رسول خدا تشکری بکن. عایشه هست عرض میکند نه من از رسول الله تشکری نمی کنم، من از الله تشکری می کنم، من سپاسگزاری از الله می کنم که از فراز آسمان پاکی مرا به اثبات رسانید. پس مادر خود را بشناس که چی جایگاهی دارد عایشه رضی الله عنها. حضرت انس بن مالک میگوید در غزوه احد وقتی مجاهدین اسلام زخم برداشتند در غزوه احد که رسول خدا محاصره شده بود، آنقدر اصحاب پیامبر در این غزوه شهید شدند، نزدیک به 70 نفر از اصحاب پیامبر برای دفاع رسول الله صلی الله علیه و سلم در این غزوه شهید شدند. غزوه‌ای که خیلی خطرناک بود. حضرت انس میگوید در همین لحظه دیدم که عایشه مادرمان لباس خود را بالا جمع کرده است و یک مشک پر از آب به شانه‌اش است، دوان به طرف مجاهدین اسلام می رود. هر زخمی را که پیدا می کند آب را می گیرد و به کام اون زخمی می ریزد. این مادر ما است که این گونه برای اسلام خدمت کرده است، این گونه برای آبادی این دین، برای مادران و زنان این دین خدمت کرده است تا بهترین الگو و اسوه باشد برای زنان مؤمنان تا قیام قیامت. میگه میدیدم مادر ما که لباس را جمع کرده و مشک آب به شانه‌اش به این سمت و به آن سمت میرفت و در بعض غزوات وقت زخم برمی داشت مجاهدین اسلام، حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها همون لتدود میگن که ما بیبی های ما این کار را میکردن، همون طب سابق لتدود میکردن به زخم های مجاهدین اسلام. پس عزیز من مادر خود را ما باید بشناسیم. عایشه صدیقه رضی الله عنها به مفت به این مقام رسید. صدیق اکبر درباره شنیدیم که چه زحمات نکشید، عمر فاروق چه زحمات نکشید، فرد و تک اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم چه زحماتی که نکشیدن. پس از این قصه ها و از این داستان های حقیقی ما چی درس میگیریم؟ درس امی هست که فقط یک چیز ما را به سعادت میرساند. او چی هست؟ او اطاعت است و اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر تو پاک دامن بودی، اگر ارتباطت با رب جور شد، اگر ارتباطت با پروردگارت، اگر تعلقت با پروردگارت جور شد، اگر آن تنهایی که با خدا تماس میگرفتی و ایرانش نکرده بودی، اگر نمازهای دل شبت بود، اگر قطرات اشکی که از چشم تو در خلوت جاری می شود بود، این را بدانی که هم در دنیا و هم در آخرت از تو دفاع می کند. کی؟ پس دوزانه بشینیم که دعا بکنیم. الله کل شما